دوستای گل، کسایی که میگن شغل تو آمریکا خیلی سخته، کار خدماتی، نیا کن این جک رو میبینی، این وزنش خیلی بیشتر از کل وسایل تو این اتاقه. یه نفری نمیتونی کار کنی، باید 2 نفر باشی. شغل تو آمریکا اینو با این بالا پایین میکنی. من یه نفر میتونم ببرم بالا، ولی نمیذارم من این کارو کنم. نیروی کار باید باشه. شغل کاناله خیلی شغل آسونیه. ساعتی بین 42 تا 60 دلار پول میگیری، بستگی داره کجا نیویورک باشی. الان من نمیتونم کار کنم، نباید کار کنم، تو نفر دوم یا سوم باید بیاد اینجا. یه نفر نقشه رو میخونه، شماره رو میذاره بغل هم دیگه. نه همه مال اتاق بغلیه. اینجا اکثرا تمام شده، اینجا مدرسه است. شغل تو آمریکا خیلی آسونه، برای همین به خاطر اینکه قانون داره، قانون کار داره. این ایران نیست، قانون کار داره. هر کسی نمیتونه هر کاری انجام بده، باید طبق قانون بری جلو. کسایی که میترسونن از کار، اینجا کار خیلی آسونه، سخت نیست.